سلام. خواستم یه موضوعی رو بگم. مشکل تمام راننده های ماشین های سنگینه. من به عنوان یک راننده که شغلم اینه، هر روز دارم برنامه میگیرم، هوشمند دارم، چه میدونم هر چند وقت یک مرتبه، سالی یه مرتبه کمیسیون پزشکی میریم، بیمه رانندگان هستم، کار من اینه. بعد رفتیم تاکسیرانی ثبت نام کردیم. حالا سندیکا کامیونداران که به هر حال همکارا میدونن اون که لازمه کسی که میخواد هوشمند بگیره باید سندیکا کامیونداران. ماشین من هوشمند داره، ماشین من سالیانه مالیات میده، مالیات بر درآمد میده، عوارض شهرداری میده، هر چیزی که بخوان ما انجام میدیم. هر روزم برنامه میگیرم، هر روز برنامه میگیرم، اما گازوئیلی که برای من شارژ میشه 15 روز، فقط واسه 15 روز کفاف میکنم. بعد رفتیم اداره راه، رفتم شرکت نفت، گفتم آقا داستان چیه؟ چرا منی که دارم فعالیت میکنم باید برم گازوئیل آزاد بخرم لیتری چه میدونم خدا تومن؟ مگه چقدر کرایه میگیریم تو این گرونی؟ من که تمام مدارکم تکمیله، هر روزم برنامه میگیریم. چرا نباید شارژ بشه؟ اومدین یه دونه باربرگ اضافه کردی، آقا باربرگ بزنید. تاکسیرانی ثبت نام کردیم باربرگ، که خب من راننده کجا وقت میکنم بشینم باربرگ پر کنم با گوشی؟ دادیم. بعضیا گفتن آقا ما برای شما باربرگ میزنیم و ماهانه به ما یه چیزی بدید. ما ماه 500-600 هزار تومان به اونا میدادیم که به اصطلاح واسه ما باربرگ بزنن که گازوئیل شارژ بشه. حالا یه مدت اینجوری گازوئیل اون شارژ میشد. بعد شد تا این که این دفعه گفتن نه، کامیونی که برنامه میگیره اصلا باربرگ نباید بزنه. خب اونم قطع شد به سلامتی. البته قطع شد، 6-7 ماه پول دادیم و خبری از گازوئیل نشد. همون 640 تایی که شارژ شد، بیشتر دیگه شارژ نشد، همش آزاد خریدیم. الان میگم برو سیپاد وصل کن. آخه این سیپاد دیگه یعنی چی؟ چطور این ماشین رو میبینید که مثلا تو فلان جاده جریمه میشم، اما نمیبینید که کیلومتر بخوره که گازوئیل من شارژ بشه؟ چجوریه؟ آقا به خدا این درست نیست. برای چی من باید کارت بذارم توی دستگاه بگه مجاز به سوختگیری نمیباشید؟ پس من چیکار کنم؟ آقای مسعود، میدونم شما از من بهتر همه چی رو خبر داری. بعد به بهانه این که آقا گازوئیل قاچاق میفروشن سهمیه رو گرفتید نابود کردید و هیچ سهمیه‌ای نمیدید به ما. خب یعنی شما از یک کسی که داخلی هم کار کنه، ماشین روزه، مصرفش خیلی کمه ولی باز کم میاریم دیگه. یعنی اگر این ماشین روزی 5 ساعت روشن باشه، راحت ماهی 1500 لیتر گازوئیل مصرف داریم. 600 تا به من راننده میدید، باقی رو من باید آزاد بخرم. آقای مسئول، آقای شرکت نفت، آقای رئیس رؤسا، بیایید و درست قانون میذارید قاچاق نشه. دمتون گرم. ولی حق راننده رو بدید، این راننده رو تو دردسر نندازید. خواهشاً درست کنید. 600 تا چی میشه؟
همه کارم داریم میکنیم، برنامه میزنیم، تاکسیرانی ثبت هم کردیم، چه میدونم بیام برم پول سیپادم بدم. بعضی از همکارامون میگن سیپادم شارژ نمیشه، خدا شاهده. 18 میلیون 15 میلیون اونم بخرم بازم شارژ نشه. دردمونو به کی بگی؟ یا حق